ننویس. نوکرم، من نوکرتم، یه مشکلی پیش اومده، خواهش میکنم اینو ننویس. من مادر بزرگم فوت کرده. شما مادر بزرگتون فوت میکنه قرمز میپوشید؟ بله، ما فامیلمون که فوت میکنن قرمز میپوشیم، نزدیکانمون فوت میکنن قرمز میپوشیم، هرچی نزدیکتر قرمزتر میپوشیم. خجالت بکش. ببخشید شوخی کردم، ننویس. مادرم فوت کرده، نه اینکه مادر بزرگم حق مادری گردن ما داشت. من این دوتا رو قاطی میکنم. واسه 30,000 تومان؟ بله، من مجبورم به شما واقعیت چی بگم. من پسر خاله رئیس پلیس تهرانم. به جون مادرم دیشب برنامه در شهر رو نگاه می‌کردین، رئیس پلیس تهران مصاحبه می‌کرد، یکی اون پشت وایساده بود، من بودم لبخند می‌زد، خودشم این نگاه می‌کرد این کی اینجا وایساده، پسر خالش بوده دیگه. واسه ما هیچ فرقی نمی‌کنه. یه لحظه چون مادرت ننویسید. خسته نباشید. من مأمور مخفی هستم، پلیس مخفی هستم. خسته نباشید همکار، مجبور شدم به خاطر این کار شما از مخفی بودن در بیام. چطوری؟ دستت بکش. فرمانده چطور؟ نه چون مادر یه لحظه ننویس، خواهش می‌کنم. من باردارم جناب سرهنگ. دستتون رو بزن. لگد میزنه به دست دوخته. جمسن یه نگاه به قیافه من بکنید. اصلا من آدم نیستم، من شامپانزم. من همین هفته پیش تو باغ وحش بودم، واسه موز مینداختن الله نرداد تو پفک میدادن میخوردن بادوم هندی. جمسن خب شامپانزه رو جریمه میکنن.